سوره مائده آیه 38 و سارق و سارقت و فلان بهمان متن فارسی و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب الله ببرید و خداوند توانا و حکیم است. دست مرد و زن را به خاطر اصلاح الله متعال مسلمانان بزرگوار ما گفته ببرید. میریم به آیت انسانی، آیتی را که ما ساختیم، شخص خودم نی، ما انسان ها. آیه در برابر این آیه یا آیه میتونم بگویم بهتر از این آیه که شما مثلش را میگین، ما بهترش را برای شما میاریم. دست هیچ کس را به هیچ عنوان نبرید. با فقر مبارزه کنید و حکومت‌های عقل محور و انسان محور ایجاد کنید تا کسی دزدی نکند. گردنت بسته. کدام آیت منظم تر است؟ آیاتی که گفته شده که دست کسی که دزدی میکند را ببره. فکر کو وقتی که یک دزدی شده اصلا قرآن کریم خودش خیلی تشویق کرده مردم هم میگه کار کنین، در کار برکت است. کجا گفته کار کنین در قرآن؟ همیشه در آیت از قرآن بر ما بیار که مردم به کار دعوت کرده باشه. یک تا این کتاب در دست مضبوط مواز کنم آیت در کجا این کتاب اومده؟ همیشه در قرآن کریم اومده کار بود. همیشه نیم اصلا خواهش دارم، التماس دارم. ما گفتم نمیتونم کاوش جان دیگه، ما حالا چی کنم؟ جان دلم من دو تا قرآن در دستم دارم، منتظر هستم که شماره آیت را بگویی. من ندارم چون این آیه در این کتابی که در دستم است. در قرآن هیچ جای به کار کردن مردم تشویق نکردن، همیشه به دزدی تشویق کردن. همیشه به قتل کشتار تشویق کرده. گفته ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. الله عاشق کسایی است که در راهش دزدی میکنن، نگفته در راهش کار میکنن. اینا وجدان خود قسم. حالا فرض میکنیم که یک نفر دزدی کرد، یک بار یک دستش بریدین، بار دیگه دزدی کنه کجایش میبرید؟ دست دیگه شما